توی ماشینا حالا معمولا چه ماشینای سایپا چه ماشینای ایران خودرو، که خب توی ماشینای سایپا این مشکل خیلی خیلی رایج تره. نشتی روغن از دور درب سوپاپه که توی این ویدیو میخوایم این مشکل رو حلش کنیم تا از شر کثیفی های داخل موتور و روغن کم کردن خلاص بشیم. خب حالا ابزاری که ما نیاز داریم یه دونه واشر درب سوپاپه، چسب واشرساز یا حالا چسب مزدا و بوکس شماره 10 که در اولین مرحله ما باید باکس هوا رو کاملا جداش کنیم از موتور. بعد از اون وایر شم‌های ماشین رو کاملا جدا میکنیم و حالا اگه شماره داشت برای هر سیلندر که مشکل نداره، اما اگه شماره نداشت روی کوتاهی و بلندی اون میتونید برای نصب مجدد به عنوان راهنما استفاده کنید. با یک انبردست بست شلنگ بخار روغن رو جدا میکنیم و بعد از اون میریم سراغ باز کردن پیچ‌های درب سوپاپ. خب ما کنار درب سوپاپ قسمتی که درب حالا یا قالپاق تسم تایم قرار داره یک پیچی وجود داره که اونم به درب سوپاپ متصله و ما باید اونم باز کنیم که آچار 10 میخوره، اما من با آچار فرانسه بازش میکنم. بریم برای باز کردن پیچ‌های درب سوپاپ. حالا دونه دونه پیچ‌ها رو بازشون میکنیم. الان درب سوپاپ کاملا آزاده و ما میتونیم جداش کنیم. واشه قدیمی کاملا جدا میکنیم. توی واشه قدیمی چیزی اصلا به نام چسب آب بند وجود نداره.
حالا اگه مثل من اسپری انژکتور داشتید که با اسپری انژکتور، اگه نداشتید یه مقدار بنزین بزنید سر دستمال و دور این حالا شیاری که وجود داره روی بلوک روی سرسیلن تمیز بشه تا واشر دقیقا جای خودش قرار بگیره. برای جا زدن خود واشر بعد از اینکه درب سوپاپ رو کاملا تمیز کردید، آروم آروم داخل این شیار رو چسب میزنید تا درب سوپاپ جای خودش بشین. بیاییم برای جا زدن واشر. حالا وقتشه بریم سرسیلند آماده کنیم. حالا روی خود سرسیلندم چسب میزنیم تا دیگه خبری از اون نشتی روغن و بخار روغن نباشه. بریم واسه نصب در سوپاپ. بچه‌ها دقت کنید برای اینکه حالا واشر بیرون نزنه و در سوپاپمون دقیقا جای خودش قرار بگیره، سعی کنید پیچ‌ها رو ضربدری ببندید حتما. اول میپیچونیمشون تا جای خودشون قرار بگیرن. حالا شلنگ بخار روغنمون رو جا میزنیم. بریم سراغ وایرشمون.
و تمام. و در مرحله آخرم باکس هوامون رو جا میزنیم. بچه اگه چنل ما رو ساب نکردین حتما ساب کنین تا هم اطلاعات فنیتون بره بالا، همین که خودتون مکانیک ماشینتون باشید. فعلا تا ویدیوی بعد.